خواهرها صدای من رو میشنون یا نه؟ مادرای من توبه کنین، دروازه توبه باز است. این لباسی که خواهر جان تو میپوشی این لباس شوروی ها امریکایی هاست. مادر تو امت رسول خدا هستی. اگر خواهر نمازم بخونه، قرآنم بخونه، رمضانم بگیره، ولی اگر خواهر ستر حجاب نداشتی عملش قبول نیست. بگوین استغفر الله. این ما، این تو، این قرآن، این حدیث، این علما، این مذاهب کتابا قبول نمیشه. خواهرای محترم را خداوند برشان توبه نصیب بکنه. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است که بهترین زینت زن حجش، نمازش، جهادش ستر و حجاب است. فرمان خدا، قول نبی، نص کتاب است، نص قرآن که از بحر زنان افضل طاعات روزه است؟ نه. نماز است؟ نه. قرآن خواندن است؟ نه. حج رفتن است؟ نه. زکات دادن است؟ نه. گریه کردن است؟ نه. خیرات کردن است که خیلی خوشم دارن خیرات کردن؟ نه. خیلی چیز بزرگترین توبه‌ای که زن باید توبه کنه بی ستری است که توبه کنه و حجاب پیدا کنه و ستر کنه. خواهرای محترم، کاش شما اینجا می بودین با حجاب که شما هم دست بالا میکنن، از رادیو صدای مرا میشنون و ما بعضی خواهرای خود افتخارم میکنین. بگوین الله اکبر. خواهرای با حجاب ما، خواهرای با شرم ما، خواهرای پیروای فاطمه ما، پیروای عایشه ما، خواهرایی که گرد غیرت دختران رسول خدا بالایشان ریخته، به افتخار اون مادران بگوین الله اکبر. کجا بود خواهرایی که قرآن بخوانند در ایشان؟ جز چند تا ماجی ملایی که چه قسم قرآن میخواندن و مادرای بیچاره. حالا کوچه شهر مدرسه قرآن دختراست. بگوین الله اکبر. همه با حجاب اسلامی میرن. این تو نیست که همه کمونیست و سیکولار و غرب زده و شق زده و بیدین باشه. گفتیم توبه کنین، توبه کردن. علما گفتن، خواهرکای ما گفتیم ما را گرفتن، با افتخارشان بگوید الحمدلله رب العالمین. وقتی ما پورا شد خواهرها را یک اشاره کردم که برشان مهم است. حتی یک خواهری که قرآن خوان بوده و پدرش دیروز آمده بود گریه میکرده و بالاخره خواسته که خانه همسایه بره، بعد شب خواب میبینه یکی از دوستای خدا را برش میگه دخترم خانه از خانه نبرای، جان پدر از خانه نبرای. حالا بیایه و ببینه بازار و شهر دیار ما را، دانشگاه و مکتب ما را، بنجاره و بزازی و لیلامی ما را، حتی در مندهی ما را که مرد نداری که روان کنی. باز اگر مرد نداری خود تو یک قسم لباس بپوش که کس طرفتو نبینه. گرچند مادر ایره بفهم، خواهر ایره بدان، ما مردان با غیرتی داریم که تو حتی اگر برهنه بگردی به تو نمیبینه. بگوید الله اکبر. شیرسه که به نیمه بلوز بپوشی به تو ببینه. ما ای تو مردان در این شهر داریم، مردان با حجاب. ما همیشه از زنان با حجاب گفتیم، خبر ندارین مردان با حجاب را که چشمایشان حجاب دارن. همین که مادر بیاید چشمش پایان است، اشکش میریزه، موی بدنش میخیزه که ای خدا این خواهرم است، این دختر افغان است، این امت رسول خدا است. او برش دعا میکنه. این تو مردان، شاید شما از اون مردا باشید ولی همه که تو باز با تقوا نیست دیگه. قرآن میگه که زنا که به حجاب بکنن از بی تقواها میگه نجات پیدا میکنن. با تقوا بدون از با حجاب و بی حجابی تو نیاز نداره. چون اقبال لاهوری که در آکسفورد لندن درس میخوان، آکسفورد لندن دانشگاه مشهوری بین المللی لندن است. اقبال اوجه خود لندن دیگه چه قسم دخترها لباس میپوشن شما میفهمید. که لباس از اونجا نیمه برهنه هستن ولی او اقبال است امت محمد مصطفی علیه السلام. اینجا اقبال های زیادی ما در افغانستان داریم. خداوند برای ما و شما هم توبه نصیب کنه، برای خواهرای ما هم توبه نصیب کنه.